سلام دوستان، بارباتوس هستم. خوش اومدیم به این ویدیو تنظیمات گرافیکی. الان این گرافیکی میبینین گرافیک دیفالت هستش واسه گوشی ما که FPS 59 43 میده، ولی مشکل اینجاست ما با این FPS بازم لگ داریم تو این بازی، بازم مشکل داریم تو این بازی. پس باید چی کار کنیم که هم واکنشمون نسبت به انمی بیشتر بشه، هم بتونیم لگ و باگش رو از بین ببریم. اول از همه ساب و لایک یاد کنید، حمایت بزرگی میشه واسم و باعث میشه که بیشتر انگیزه بگیرم ویدیو بذارم. همونطور که می‌بینیم کانال هنوز یه سابسکرایبر، امیدوارم تا اون موقع 500 سابسکرایبر برسیم. درسته کمه واسه بعضیا، ولی واسه من خیلی انرژی بزرگی میشه. خب بریم شروع کنیم. این گرافیک قبلیه، اینم گرافیک قبلیه. همونطور که می‌بینین راحت ما رو زد و داره خیلی روستایی میاد. من که 2 هفته است این گرافیک جدیده، من 2 هفته بازی نکردم، بخوام یه ذره نوبسته یا ما بشینم بازی کنم. قراره کامو کار 98 رو بشینیم کامل کنیم با هم دیگه. ویدیوش قراره 2 روز دیگه کلا بیاد. 2 روز که نه، امروز که ویدیو آپلود میشه، دیروز ساختم ویدیو رو، امروز آپلود میشه، فردا قراره بیاد، یه روز قراره درستش کنیم. و الان داریم میبینید خیلی نرم و راحته. الان تنظیمات گرافیکیش هم گذاشتم روی صفحه، میتونید مشاهده کنید. خیلی راحت، نرمه. فقط این که من یه ذره می‌دوسا که اینجا خجالت میکشم اینو نشون بدم، ولی خب اشکالی نداره. تو مرور زمان شما مشاهده میکنین که ببینید چقدر بازی خفن داره میشه. خب اینجا رو میزنیم، اینا رو میزنیم، خیلی نرم دارم میزنم بدون اینکه یک